وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دست داشتن شهروندان کشور را در اعتراضهای ماه ینور سال 2022 در قزاقستان را رد کرد. داستانی کل قزاقستان روز 5 ینور امسال گفت در بی‌ترتیبی‌های ماه ینور سال گذشته در این کشور که باعث به خونریزی شد، خارجی‌ها از جمله از تاجیکستان اشتراک داشتند. نمایندگان دفتر مطبوعات وزارت کارهای خارجه تاجیکستان 6 ینور به رادیوی آزادی نوشتند در آشوب‌های عمومی ماه ینور سال 2022 در قزاقستان شهروندان تاجیکستان شرکت نداشتند. جانب تاجیکستان درباره اشتراک شهروندان در واقعه‌های سال گذشته از راه‌های رسمی از قزاقستان معلومات نگرفته است. آمده است در پاسخ وزارت کارهای خارجه تاجیکستان. در وزارت کارهای خارجه همچنین گفتند بعد از نشر خبرات در این باره سفارت تاجیکستان به نهادهای دخلدار قزاقستان مراجعت کرد و این دلیل‌ها تصدیق خود را نیافت. بیریک اسیلوف داستانی کل قزاقستان روز 5 ینور در پارلمان کشور گفت شهروندان خارجی به اشتراک در بی‌ترتیبی‌های عمومی و جنایت‌های دیگر گمانبر دانسته می‌شوند. در میان آنها شهروندان ازبکستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان هستند. مقامات قرقیزستان به این اظهارات اسیلوف واکنش کرده دست داشتن شهروندان خود را در اعتراضات قزاقستان رد کردند. وزارت کارهای خارجه قرقیزستان گفت بعضی از شهروندان این کشور به دلیل وضعیتی که از آنها وابسته نمیباشد در مرکز حادثه‌های ینور قزاقستان قرار گرفتند. دادستانی کل قزاقستان درباره دست داشتن شهروندان خارجی در اعتراضات جزئیات بیشتر نداد.